به نام خداوند جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین. خداوند بخشنده دستگیر، کریمی خطا بخش و پوزش پذیر. سلام و درودی به پایان بهرتان برادران عزیزم. میگوید یک دانشجوی در درس فلسفه نشسته بود و موضوع درسشان درباره موجودیت خدا بود. آیا خدا وجود دارد یا که ندارد؟ میگوید استاد پرسید، از شاگردان سوال کرد در سیند کسی هست که صدای خدا را شنیده باشد؟ میگوید کسی پاسخ نداد. استاد دوباره پرسید آیا در سیند کسی هست که خدا را لمس کرده باشد، یعنی با یگان عضوش قپیدگی باشد؟ دوباره میگه کسی پاسخ نداد. استاد بار سومین بار پرسید آیا در سیند کسی هست که خدا را دیده باشد؟ بار سومین بار هم میگوید کسی پاسخ نداد. استاد با قاطعیت گفت پس با این وصف خدا وجود ندارد. نعوذ بالله. میگوید دانشجو به هیچ روی به استدلال استاد موافق نبودند و اجازت خواست تا صحبت کند. استاد پذیرفت و برای اون شاگرد اجازت داد. میگوید دانشجو از جایش برخاست و از همسبقانش پرسید آیا در این سین کسی هست که صدای عقل استاد را شنیده باشد؟ همه سکوت کردند. با سوال کرد آیا در سین کسی هست که عقل استاد را لمس کرده باشد، یعنی قپیدگی باشد؟ همچنان کسی چیزی نگفت. با سوال کرد آیا در سین کسی هست که مغز استاد را دیده باشد؟ وقتی برای سومین بار کسی پاسخ نداد، دانشجو چنین گفت، چنین نتیجه گیری کرد برای خود که استاد عقل ندارد. با شما بودم بنده عبدالله. حتما دوستان عزیزم فکرهای خود را در زیر این ویدیوها بنویسید، بنده خواهم خواند تا قصه های آینده دعاگوی بنده باشد.